کجا زدنش؟ بله. چطوری؟ به امید خدا. اگه این دفعه اومد قشنگ دیگه این ما نبودیم زدیم، خدا بود که کوچک ما رسون دارم. انشالله. ما فقط یه وسیله ایم. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. هر که لبیک به فرمان خمینی گوید. هر که لبیک به فرمان خمینی گوید. به خداوند قسم که راه حق است نثار کند و خود در بهشت لقاء الله منزل گیرد. با ما راهی کربلا شود. من فردا صبح ان شاء الله به راه می‌افتم. اکنون بار دیگر روی الرحیل برخاسته است و همان فریاد در آسمان بلند تاریخ طنین انداز گشته است و این بار برادر، اگر من از فیض شهادت در راه خدا برخوردار شدم و به صف اصحاب ابا عبدالله الحسین پیوستم، مبادا بگذاری که جای من در جبهه خالی بماند. باید بر آن عهد وفاداری که با اماممان بسته ایم استوار بمانیم و عباس گونه وجود خود را وقف استمرار و استقرار ولایت کنیم. برادر، هرگز اجازه نده که اسلحه من بر زمین بیفتد. همه آینده دنیا امروز به ما و آنچه می کنیم وابسته است. خداوند بر ما جوانان منت نهاده و وظیفه تحول کره زمین را به سوی آینده روشن قسط و عدل بر عهده ما نهاده است. و برادر، باز هم سفارش می کنم مبادا اسلحه من بر زمین بیفتد. برادر شما کجا دارید میرید؟ انشالله میریم که مهران آزاد کنیم. بریم این منطقه. افتخار است سالی آماده باشید. روزداری حضرت امام آقا. روزداری حضرت امامه. آقا شما بیا آقا. ببینید دیگه امام برکت بده. آقا تبرک شده صلوات. خدایا چگونه تو را شکر گویم بر این که مرا در این چنین زمانه ای به جهان آورده ای. زمانه قیام، عصر بیداری. در اطراف خود اکنون که انتظار شب را می کشم، هر جا که می نگرم چشمم به چهره‌های مصمم جوانانی می افتد که از نور ولایت حیات گرفتند و به هیچ چیز جز احیاء مکتب نمی اندیشند. خدایا چگونه تو را شکر گویم. ما برای تأمین این گردان المسی که میخواد خطش رو بره جلو و برای پاکسازی کمین‌ها و سرکوب کمین‌ها و سرگرم کردن نیروهای جناحین سمت راست برای خاکریز زدن شبونه تا صبح برادران جهاد، همون بلدوزری‌ها اینجا عملیات می‌کنیم. هدف ما یکی این که تأمین گردان المهدیه، دو بتونیم این منطقه رو درگیر بشیم، بپوشونیم که خاکریز بتونن اینجا با بلدوزر تا صبح که هوا می‌خواد روشن شه بزنن. جنگ ما امشب ان شاءالله جنگ جبهه‌ایه، برخورد جبهه‌ایه. که یک مقدار اینجا کمین هست که محول شده به گردان حمزه که ان شاءالله این کمین ها رو از بین میبره تا یک این برادرها بتونن خوب اینجا کار کنن، خاکریز بزنن، خاکریز بزرگ بزنن. دو هم اینکه این گردان تامین بشه که قیچی نشه پشت سر، چون از روبرو روش داره آتش میزنه، از جناحین هم داره آتش میزنه، قیچی نشه و این برادرها خاکریز بزنن اینجا. ما تا صبح وقتی این کمینا رو پاکسازی کردیم مستقر شد اینجا، جواب آتش خط اصلی که خط اصلیش اینجاست برادر، اشتباه نکنن.
اینجا رو جواب این آتیش میدیم، جلوتر نیرو نمیره، اشتباه نشه، فقط جواب آتیشش میدیم به اندازه کافی، به اندازه که مطلوب میگن جواب آتیشش میدیم و نزدیکای صبح هوا که روشن نشده برمیگردیم. اگه برادران گریدر و بولدوزر خاکریز اینجا زدن، پشت این خاکریز، پشت این خاکریز جدید پداپم میکنیم. اگه نزدودن برمیگردیم به هم خاکریز اولی خودمون در رسید. یعنی عملیات ما یه عملیات ایذایی و تامین گردان هم جوار خودمونه. بر فرازان ابوالفضل بن ما نظر بن ما نظر بر جبهه ها ابوالفضل بگشا ره کرب و بلا ابوالفضل بن ما نظر بگشا ره کرب و بلا ابوالفضل بن ما. روز اول صبح زود در کنار پایه‌های بتونی آن پل نیم ساخته، بچه‌ها با دوشکا و کلاشینکوف و آرپیجی به مصاف دشمنی شتافتند که در پس خروارها آهن پناه گرفته است. اما با این همه جبهه مقاومت دشمن در هم شکسته و دیگر یارای ایستادگی ندارد. حکایت ما و دشمن حکایت مشت و درفش است و ما دریافت این که همه قدرت‌ها در مشتی نهفته که به راه خدا گره خورده است. اگر انسان پای در راه خدا بگذارد و بر ترس از مرگ غلبه کند، هیچ قدرتی در برابر او یارای ایستادگی ندارد. کشید بیرون، کشید بیرون، کشید بیرون، کشید از جاده بیرون، کشید از جاده بیرون. بده بیرم، بده بیرم. نه یه نفر برم چیز را بیرون از جاده. نه با رفت اون آقا اون تانکا میبینی شما؟ نمیبینی شما تانکا رو؟ اونها دیگه پشتون خاکی. این تپه اولی این تپه دومی هم نها کن مستقیمش کن. آقا بیا. اونو بده به امیر. سریع دیگه الان اونجا دارن فشار میارن. سریع الان چیزو خیلی آفتاب نمیاد. فرمانده خط با اینکه شب را نخفته است، هنوز شکر خدا از آنچنان قدرتی برخوردار است که تو گویی هنوز هم روزهای متمادی میتواند بدون لحظه‌ای خواب، قطره‌ای آب و لقمه‌ای غذا سر پا بماند. حمید علی ناصریان پیش حمید میری؟ آیا تو از دیدن فرمانده‌های جوان لشکر اسلام به یاد اسامت ابن زید نمی‌افتی؟ آن لحظه های جاودان تاریخ صدر اسلام در خاطرت زنده نمی‌گردد؟ 106 برو اون بود بلده اونا 106 خود اونا 100 میبره میخواد برو دیگه. برو به آقایونه بگو سنگرشون درست کنن، بچه بگو عراق داره از سمت راست اون میاد، دقت داشته باشن که اومدش ترتیبشو بدن. حمید علی جانم باشه حمید علی میشینید ما یه دستمون رو علیه مدن اومد کل بقیه بیمانه این هستی میگه حالا مهمات کار بود میخواه یا نه؟ مهمات خالی کنم شخص داری؟ شخص کن بلده سنتی بد میاره. آقا جان اونو خالی کن مهمات. آقا خالی کنید. اگرم نیرو دارید پخشش کنید تو خط که دست بچه ها هر دقیقه برسید.
خالی نکن مال زینب پس شهرمون بیاری گوشه خالیش کن بچه خوش میبرن خالی زینب چی ندارن این طرف کجا برن از زینب کجا برن الان گوردو زینب نداریم حمید علی حمید جان آقا این تغییر علی که مثلا مفهومه این گورهانه بابا این گورهانه مثل جیگر زلفاش کرده یه دستش برده یه کلون اون بر داشته دو دسته هم برده اون بر حمید جان خودت باید جواب کنی یه کاری حمید جان اینطوری نمیرسن برم بهش سر بزنم گاه گاه بچه ها از لحظه‌ای فراغت او سود می جویند و قوطی کمپوتی به دستش می دهند که از پای نیفتد. صحبت کردی با آقا اون طرف پاکیزه داخل میشه پس یه تیکه اینجا رو شما بپوشونید علی جان اون طرفی که دارن میزنن کلا ولی قاضی کلا ولی هر وقت رهاکنم ما میبریم اون ولی آقا داوود رها کنه کلا ولی آقا شب چه لیوان بگیره مبدأ این شور و اشتیاق و قدرت را در کجا باید جستجو کرد؟ رمز عملیات را بیاد بیاور یا ابوالفضل العباس ادرکنی یا ابوالفضل العباس ادرکنی. ما الان حدود 150 تا اونور جاده بقیه هم تا اونجا ببینید اونجا داریم من یه دستم هم اون دیگه اونجا رو داریم اون یه دستم رو رها نمی‌کنه اونجا هم داریم این دسته کاری داره عجلی تو کاری داره کار داشت همین جان من سر پلم کار داشتم شما که زحمت بکشید تو خط برو همین که میگی به همه بگو بیام ببرم آقا برای چی حاجی الان بچه‌ها نه ترکی ها سنگر درست ببین فلان سنگر بدون گونی و اینجوری دیگه نمیشه گونی پله در من لامصب ها که ببین نگاه یه تیر کلاش میکنه میریزه سنگر خاطری ترکیه سنگر درست خیلی خوب واسه نه من باز کنم نه جان اصلا اون ندیدی شکلات ما بچه ها می خواهند نفر بر فرماندهی دشمن را غنیمت بگیرند و بیاورند. فرمانده خط به پشت خاک ریز می رود که از نزدیک شاهد همه ماجرا باشد. علی! بعدا بره! صداشو بگیر
حالا میری تانک کی میاره؟ علی آماده. آقا علی این بنده خدا میخواد دست به صورت آقا دباغ جان خبرشو کن. برو میرم برو جلو برو ماشین برو برو آجلی آجلی ایوالله ایوالله الله اکبر جانا ماشاءالله بگیر اومد برو پایین ماشاءالله ماشاءالله برش بیا علی آمولی بابا تو خود برم بیرون علی جانم چرا کسی علی جان کمین می باید باشه اینجا آقا این کمین نمیخوام بخش اونجا هستن سمت راست حمیدج بخش اون جلو هست هم آرپیجی دارن هم سرشیش هست متوجه بچه‌ها بیان اینجا همون چیه اینجا نفر مال فرمانده بوده بگو مال فرمانده حاجلی علی جان ببین چی بهت میگم آتیش‌زنا رو رای بابا نه تو که گلشون بالا کاره همون از این برای ما یه وقتی کاری داشته باشیم هم سرگرم شما قطع میشید نمیتونید کاری هم کنید یک تو میگی بچه‌ها که میزنن اونا رو میزنن من واسه یه حد تیرش اونا رو میگیره بعد اصلا این دش سمت راستش که بری حدود 10 15 تا بچه‌ها هستن الان جفا محمدی رفت پیششون دیگه اون ماره میاد چیز میشه دیگه برای چی نمیشه آقا خدا خواست عزیز جان من دارم نمیشه علی میکنم اونجا سمت راستش خالیه متوجهی بعد رو دارم کار میکنن هی میان جلو میزنن و میرن فهمیدی ما میرم اونجا اینا رو بیار عقب اینجا نگرد کسی هم دیگه نمیفتی جلو من به علی قربانی هم میگم اومده گفتی آتی بزنن بیان جلو گفتم بیاد عقب بهشون گفتم دو تاشون میشن یکیشون میشن برید بگیشون بگید بیا من داد زدم مولاشم بیام علی قربانی دست کدوم بدم علی جان بچه تابه گرفتی یا نه؟ تابه گرفتی؟ آها مالکه
از دشمن ببخشید ما رو رانندگی نیستیم ولی خب برای اول بار جا آقا ما رو که برو رانش کن رانش علی جان علی باز علی یه خوش خاطی برای سلامتی راننده تانگو کمک راننده سلام علی آقا امروز اینو گرفتیم ما الان گرفتیم علی بابا صبح روز اول عملیات بچه هایی که همه شب را درگیر بودند هنوز لحظه‌ای فراغت نیافتند. این همه قدرت و پایداری انسان را به شگفت می‌اندازد و همین استقامت است که آنان را لایق امدادهای غیبی خداوند می‌گرداند. حمید علی آنان با آگاهی کامل می‌دانند پای در چه راهی نهادند و برای جلب نصرت الهی چه باید بکنند. آزادی مهران قدم کوچکی بیش نیست. آینده تاریخ از آن ماست. بابا نگاه کن رفتی اون وسط برداشتیم آوردیم با علی قربانی متوجه هستی یا نه؟ ببین حالا یه دونه راننده میگن که بچهای لشکر اونجا یه راننده دارن. قرار شد که جعفر محمدی گفت به حمید بگو یه راننده از اونجا بخواه بفرستن اینجا. فهمیدی؟ صف کن حمید خوش نیست. چیه عباسه؟ نه تو میتون چیه حمید؟ آقا ببین علی جان بچه‌ها کسی نیست بیا برو بگو 20 نفر کشیده رو خاموش کن بیا برو. بلد نیستم خاموش کنم. خب ولش کن بیا برو. علی جان اونجا کسی نیست بیا برو. عجب دود داشتی. آقا بقیه رو بفهمن چی کاری. بله شرمنده اخلاقی بفهمون. بگوشم همین جان. بلند صحبت کن همین جان شمرده. بابا جان علی قربانی بسید که دارم بابا اینجا بخشی کار دارم. حمید علی ناسا میدی من چی گفتم بهت؟ خب نگاه کن حالا بهش بگو که آزادی مهران قدم کوچکی بیش نیست. آینده تاریخ از آن ماست. دیشب ساعت 10:30 مورخه صبح روز دوم عملیات در یکی دیگر از محورها نیروهای تازه نفس در زیر آتش سنگین دشمن می روند تا خط را تحویل بگیرند. هر لحظه سوت خمپاره‌ای به گوش می رسد و در کنارت این سوی آن سوی ستونی از دود و خاک به هوا می رود. موج گرم هوا به صورتت می خورد و صدای ترکش‌های سرد شده را می شنوی که در اطرافت به زمین می ریزد. اما در دل ما که جای خوف و خشیت خداست ترس راه ندارد و همه راز و رمز نصرت الهی در همین نکته نهفته است. اگر بترسی همه چیز از دست می رود و از آن پس باید زمین گیر شوی
ذلت را بپذیری و از همه آرمان‌های الهی و عدالت خواهانت چشم بپوشی، صدای مظلومان را بشنوی و دم بر نیاوری و حتی قطره اشکت را هم پنهان کنی. دشمن می‌خواهد تو را بترساند و تو نباید بترسی. بگذار خمپاره ها این سوی و آن سوی تو فرود افتند، تو این آیه مبارکه را بخوان و بگذر. قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین. خیل اسیران به پشت خاک ریز اول تخلیه می شوند و در آنجا دست بسته با ترس و ذلت منتظر می مانند. چاره ای نیست، باید دستهایشان را بست، اما بچه ها وظایف الهی خیش را در برابر اسیران خوب می شناسند. دیدن بسیجی جوانی که پای یک افسر عراقی را پانسمان می کند بیش از هر صحنه دیگری می تواند سخن از تحول عظیمی بگوید که در ما رخ داده است. دشمن در محاصره است و بچه ها برای در هم شکستن مقاومتش و گرفتن اسرا به آن سوی خاکریزها می روند. بله بله اینا همش درسته، درست اجرا شد. از کدام چیزا؟
جانم بفرما. نگاه کن جناب آقای یونس، اینا همش پخش تو منطقه مهران، متوجه هستی؟ اینا همشون پخش تو منطقه مهران دارم میچرخن دنبال اسیرا. جانم بگوشم. لازم نیست بابا، هم کاری که تاجیک انجام میده منم هم کار دارم انجام میدم. خیلی خوب، دارم درست کار میکنم انشاءالله. همون کاری که شما میخواید همون کار دارم اجرا میکنم. اون مقیمی که اومدی جای مقیمی تو فرستادم رفت پیش تاجیک، کجا کار تاجیک انجام بده. خودم جلو خودم هستم. الان که اینجا مشاهده میکنید توی این منطقه، دشمن مسموحانه خود هواپیمای دشمن اومد روی خود نیروهای خودش رو بمبارون کرد. این از معجزات الهی هستی که ما کاملا داریم مشاهده میکنیم که خود دشمن یا خود نیروهای خودش رو بمبارون میکنه. این راحت میتونه سمت راست ما رو بمبارون کنه و خیلی از نیروهای ما تلف کنه. ولی الحمدلله از خواست خداوند این کورکورانه اومد تمام نیروهای خودش رو از بین برد. روز سوم بر فراز تپه های قلاویزان. مردم میخوان که هرچی بیشتر به ما کمک کنن و هرچی میتونن دعا کنن بسید این رسمنده ها که دارن اینجا میجنگن تو خط مقدم. الله اکبر. اینا خیلی تنگه خیلی صبح آمده همه انداختن در رفتن با یه گلوله آرپیجی. اگر بگی الله یه تکبیر بگی دیگه همه در رفتن تا خود بغداد قرار برقرار ترجیح میدن که باید برن دنبال صدام حسین برن خط رو نگه داره. سلام الله علی الحسین، یاد از اهل بیت حسین.